ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. بله پدر. جنید احمق از صبح داره زنگ زدم میره. ما برای چی بگویم دختره؟ سلام مرا برش بگو. تو اینو مذاق فکر کردی؟ او کدام بلای سر ما خواهد آورد؟ بله بله هوا این دختر کاملا مثل خالش است، فقط به خودش فکر میکنه و بس. این کارش دیگه چی ما نامیده سلما؟ با کدام روی و کدام جورت پیش روی میایه؟ حالا عقلش سرش آمده؟ حالا که گپ از گپ دیر شده میگم میخوایم امرایت گپ بزنم. آدم به خاطر محبتش امرای هر کس مقابله میکنه سلما. این کارا با گپ زن خو نمیشه. منور تو نشنیدی که همین از پشت سر ما چی گفت دیگه؟ گفت میخوایم امرایت گپ بزنم. نه او را نمیگم، یک چیز دیگه گفت. تو نشنیدی؟ نه نشنیدم. گفت که از مادرت پرسان کن، مادرت برات میگه. همه قسم یک چیز گفت، خودم شنیدم. منظورش از این گپ چی بود؟ یعنی چرا میخوای که امرای خاله حمیده گپ بزنی؟ دخترم تو را چی شده؟ خاله فعلا گپ زدن نمیتونم، بعدن گپ میزنم. تو تا به حال کجا بودی دختر؟ امرای یوسف خان بودم خاله. توبراک دخترم یک دقیقه صبر کو. خاله آی ترساندی ما دختر. توبراک چی شده؟ نمیفهمم اما خوب نیست. پس این که من ببینم. صبر کو. غذای چاش چطور شد؟ اون موضوع را بان خاله. برش کار پیدا شد نتونست بیه. یعنی از تو که کار مهم داشته. دیدی که تو را فقط به خوشگذرانی میخوایم. شما میخواین چی بگوین خاله؟ کسی که با یک دختر قصد عروسی را داره او را مسخره نمیسازه، جدی رفتار میکنه. نظر به این کارش معلوم میشه که نمیخواه امرایت ازدواج کنه. توبراک خواهر جان، خاله ممیاله برام گفت که تو هیچ خوب نیستی. تا حالا کجا بودی؟ امرای یوسف خان بودم خواهر. تو با یوسف خان چی کار داشتی؟ خسته نباشین. مانای خسته نباشی چیست که ما هم بفهمیم. خواهر توبراک خانه آمد، تو رو نبرش تسلیم کردم. میشه کاله چند دقیقه بیرون برم؟ خیرت باشه. خواهر دیروز خود گفتم از مکتب خواهرم زنگ زدن، باید به خاطر گپ زدن با استادش اونجا برم. بیخی یادم رفته بود دختر. به ما کی فکر مونده. درست است اما ما به خریداری میرم، تو هم بیرون میری، تمام کارا به جمیله میمانه. خیر از خواهر، من انجام میدم. راستی زنده باشی. پس درست است برو، اما زود پس بیایی. درست است. جمیله تو هم برو، کمی دیگه از اینا بیاره قدر کافی نیست. درست است خواهر. دنیا با کامت باشه خانم سلطانه. با کام تو هم باشه. خب توبراک چی که چیزی گفت یا نه؟ همراه یوسف به حوزه رفته. ها راست میگی؟ یعنی اوضاع قسمی که شما فکر میکردین نبوده. یوسف به خاطر کمک کردن به خواهر خانم آیندهش آمده نتونسته. حالا راحت شدین؟ باید برم کار دارم. ما چرا راحت شوم؟ کل چیز به دست خداست خانم هوا. توبه برام میگه که راحت شدی.
وای احمق. بچیم تو اینا را داخل ببر، ما باز میاییم. درست است خانم حمیده. روزتان بخیر خانم حمیده. روز تو هم بخیر. در این روزایی طرفا زیاد دیده میشی، اما این دفعه کار خوبی کردی که آمدی. در مورد او موضوع اینا تمام که مانده بود میخوایم گپ بزنیم. البته با کدام مشکلی ندارم خانم حمیده. با جواب دادن سوالایتان حاضر هستم. نظر به اینقدر مطمئن بودنت، پس حتما کدام شخص مهم تو را به محفل دعوت کرده؟ بله خانم حمیده، شما درست حد زدین. من به محفل ما دعوت کرده بودم خانم کاکا. امیدوار هستم ناراحت نشده باشین. نه جانم، با خاطر چی ناراحت شوم؟ منور خواهر توست، کار خوبی کردی که دعوتش کردی. فقط کمی تعجب کردم، اما به هر صورت شما چرا دروغ گفتین آقا محمد؟ من چیزی از کسی پنهان نمی کنم. من خانم کاکای مستو که بهتر میشناسم. اگه او سرت شک کنه باز برات مشکل ایجاد میکنه. گفته بودم از این رابطه حمایت میکنم. هر وقت به کمک ضرورت داشته باشی خبر بده. حالا بگو مرا چطور متعجب میسازی؟ عکسای محفل نامزدی را آوردیم. من عکس‌ها را چی کنم بچه؟ تو خود گفتی که توران میاری. قلبم پشت نواسه بیادرم میتپه. ببینم که چشماش طرف تو رفته یا نه. با گفته مادرم شبیه است. به هر صورت برادر زده قندول من در نامزدیش زیاد مقبول شده بود نه؟ وعده میکنم که هم تورانه و هم منوره میارم. معلوم شوه. ببی حتی در نامزدیش هم جگرخون است. تو چقدر زود بزرگ شدی و نامزد شدی قندولک اما. نامزدشم بچه مهربانی معلوم میشه. بگار بچه خوبی هستم جان. وقتی ببینی خودت میشناسیش. برادرم خوب است. کسی معلوم میشه که لاغر شده باشه. نه کاملا خوب است. تو تشویش نکو همه. دختری که دوارش گفتی همیز؟ چشمایش چقدر مقبول است. بسیار وقت میشده قدر چشمای متأثر کننده ندیده بودم. راست میگی. چشمای هوا انسان تکان میده. با یکی دیگه تان بسیار میزبن. همه او خواهر هوا توپراک است. گفته بودم که دای توران است نه؟ واقعا؟ ببخشی. خب پس هوا کجاست؟ ایس. یا مقبول است. یک هوای دیگه داره. بچه از چشمایت معلوم میشه تو به این دختر بسیار علاقه‌مند شدی. خوشم میآید کنارش باشم ماما. بودن در کنار او مرا واقعا آرامش میده. وقتی مثل طفل هیجانی میشه جدیتم از دست میدم. فکر میکنم زندگی ما با او گره خورده. توران خوابیده؟ نه هنوز نخوابیده. خوب قصه که در ماموریت پلیس چی کردین؟ باندگه خاله آل قصه کده شمارم خسته نمیسازم. این قسم هم امکان داره. حالا قصه کو صبح بر آمدین و همه پیشتر آمدین. چشماتا مثل کاسه خون شده بود. حتما چیزی است که تو را جگر خون ساخته. با خالد قصه کو دخترم. ما و یوسف خان به خاطر دادن سارات رفتیم. بعدن صادق زنگ زد. ما مزمی خاطر جگر خون شدم. و احمق دیگه چرا برات زنگ میزنه؟ خاله یک نفر غیبت ما را کرد. غیبت چی دخترم؟ صادق شنیده که با یوسف خان در محفل رقص کردیم. دختر صبر کو. محفل خواهمی دیشب بود جانم. این گپ قدر از او چطور پخش شد؟ خاله چی بفهمم دیگه؟ حالا فکر میکنه که بین ما و یوسف خان کدام رابطی است.
چی میگی؟ مردم غیر از غیبت کردن دیگه کار خو ندارن خاله. دختر راستش من میخوایم برات یک گپ بگویم. در جایی که آتش نباشه دود بلند نمیشه دختریم. منظورت از این گپ چی است؟ واضح بگو که بفهمم. یک قسم زود احساساتی نشو. میخوایم برات یک گپ بگویم. رفتار یوسف خان مرا متعجب میسازه دختریم. چرا؟ رفتار یوسف خانه چی شده؟ همراه تو کار متفاوت رفتار میکنه. هر کاری که بگوی انجام میده. ای که خوب هستی راحت هستی خود مسئول فکر میکنه. نی خاله این گپ دیگه از کجا شد لطفاً؟ من یوسف از خورترکی میشناسم. نگاهایش، رفتارش، احساساتش نسبت به تو کاملا متفاوت است. طرف تو یک قسم دیگه میبینه. خاله تو فکر میکنی که تب تلاش به خاطر دعوای طلاق بدلیل است؟ ای که تو را از خانه صادق به این خانه آورد، بعداً در بین همه مردم رقصیدن همراه تو. چرا هیچ متوجه نیستی دختر جان؟ بگو این کارا را کسی بدلیل انجام میده؟ همیشه چشمش طرف تو میباشه و نمیخواه به تو ضرر برسه. بیبی یعنی که تو همی چیز گفته نتونستی. پس معلوم میشه در کارش جدی است. شاید وقتی از شوهر طلاق بگیری به تو نزدیکتر شوه. شما جدی هستین خاله؟ راستش ما چی بگویم؟ دختر من برای چی گفتم؟ من یوسف خوب میشناسم. این کاراش بیدلیل نیست. یعنی امکان داره؟ چرا نداشته باشه؟ تو به خالد باور کن. سلام، روز بخیر. سلام. یوسف خان حال وقت دارن؟ یوسف خان بیرون رفتن و هنوز پس نامدن. درست است. پس چی وقت میاین؟ برام چیزی نگفتن. شاید نا وقت بیاین. فهمیدم. میشه که منتظر باشم؟ البته بفرمایین خانم. بسیار تشکر. میبخشین خانم، میشه یک چیزی رو بپرسم؟ بفرمایین. از یوسف خان هنوز خبری نشد؟ هنوز زنگ نزدن. شاید نا وقت بیاین. درست است. بسیار تشکر. خوش آمدی. نمیفهمیدم که تو میایی. من وقت زنگ زدی نفهمیدم که همراه توپراک هستی. چرا برام نگفتی؟ تو کی وقت دادی؟ فقط گپ زدی و تو هم رفتی. به اولی ملاقات ما نآمدی. وقت ساعتها مرا منتظر ماندی عصبانی شدم. بیا. چی میکنی؟ با جایی که از ما معذرت بخوایی هنوز تنهمیتی هوا. تو اجازه میدی غلط فهمی صورت بگیره؟ راستش باید ازت تشکر کنم چون جای بسیار مقبولی بود. یک میز بسیار مقبول آماده کرده بودی اما به تنهایی لذت نداشت. پس بیا که بریم. کجا بریم؟ به خانه تابستانی. حالا که غذای چاشت از دست دادیم با دستای خودم برات غذا آماده میکنم. تو جدی هستی یوسف؟ بله، بیا که بریم. تو چند بجه پیشم بوده میتونی؟ تو بگو تا چند بجه باشم؟ نمیفهم. غذای شب میخوریم، شاید هوا تاریک شوه. خانوادت برات چیزی نمیگن؟ فکر نمی کنم. مادر مشکل جور نمی کنه. تازه ما قدر بزرگ شدیم که بتونم تصمیم بگیرم. پس تو نمیترسی که تا نیمه شب همراه ما باشی؟ چرا بترسم؟ در سابقا با همون چه رفته بودیم. اما او وقت از این نگاه تا را نمیدیدم. یعنی حال ما باید از تو بترسم ها؟
کامیاله صدای مرا میشنوی؟ من تو را دوست داشتم. تو چطور تانستی با ما خیانت کنی ما توپراک؟ با تو خیانت نکردیم صادق. درست است که پول ندارم اما عشقم اظهار کردن نمیتونم. باور کن که دوست داشتم. چطور امرای می کار کردی توپراک؟ صادق تو خب گپ ما گوش نمیکنی. گفتم که ما هیچ کار نکردیم. از دهن مردم هر گپ کشوندی. مرا مقصر فکر میکنی. اگر مرا دوست میداشتی باز در خانه خودم ما میبودیم. اما تو کجاستی؟ در قصر یوسف خان. قلب انسان هر جایی که باشه باز پایهای شما اونجا میره. مرد چی بگویم بیفاید است. گوشای تو با گپای ناق مردم پر شده. بچه فکر کردن در این مورد اگه به اشتباهاتت فکر میکردی شاید میفهمیدی کالمه چرا اینجا هستم. توران گریه میکنه قطع میکنم. صبر کن توپراک. بعد درباره یک جونیت به پلیس گزارش دادم به خاطر که میفهمیدم او در اونجا مال داره. ایره فهمیدم آقا. شما را چه قسم تهدید میکرد؟ به خاطر نجات دادن خودش ادعا میکنه که مالا را اونجا ما انتقال دادیم. رشوت داده شاهد پیدا میکنه. حال وکیل صاحب این اشخاصی که رشوت گرفتن اگه در دادگاه بگوین که مالا را ما بند بار انتقال دادیم باز ما زندانی خواد شدم. راستش آقا رمزی دعوا علیتان باز میشه و شما تحت نظارت میباشین. باز ما چند سال در حبس خواد ماندم. مربوط به فیصله دادگاه میشه اما امکان داره به مدت 5 سال حبس شوین. توپراک؟ مادر جانم هستم. چطور هستی؟ خوب هستم دخترم. خانه را جمع و جارو میکنم. تو چی میکنی؟ خوب هستی؟ مام خوب هستم. تو را نخواباندم گفتم یک بار اولت نبینم. خوب کردی. ابرا کی گپ میزنی؟ توپراک دخترم چطور هستی؟ خوب هستم پدر. چه شده؟ چرا موبایل از مادرم گرفتی؟ در اینجا اوضاع قدر خوب نیست. چرا چی شده؟ مادر نگفته دیشب صادق خانه را سر ما چپک کرد. حال دروازه و کلکی نجا. پدر شما جدی هستین؟ صادق اونجا هم آمده بود؟ راستش چی برای دروغ بگویم من سرش خر شد و نتونستم. حتی دلم برش سوخت. چیخ زد و فریاد زد. کلان آدم بیچاره در روی زمین شیشت و گریه کرد. دلم برش سوخت. پدر من خودم نمیفهمم که چی بگویم. به هر صورت در قصه گپا نشو. متوجه زندگی خود باش. من فقط خواستم که خبر باشی. درست است پدر جان. خداحافظ دخترم. خداحافظ. صادق معلوم است که چی میکنی؟ دیروز خانه ما رفته دیوانگی کردی؟ توپراک خودم هم نمیفهم که چی میکنم. این دیوانگی هیچ وقت خلاص نمیشه. بگو که حالت کجاستی؟ در نزدیک یک پرتگاه هستم. با این فکر میکنم که خدا بندازم یا نندازم. چی؟ صادق تو جدی هستی؟ با ما دیگه مجال دروغ گفتن باقی نمونده توپراک. خود از بین ببرم. صادق دیوانگی نکو. برام بگو که کجا هستی؟ ما در پیش انبار احمد بیادر هستم. درست است. من میال اونجا میم صادق. تو کدام دیوانگی نکنی فهمیدی؟ به خودت یک ذره ضرر نرسونی. من زود اونجا میایم. صادق کجا میری بچیم؟ کار دارم مادر. کم استراحت میکردی باز میرفتی بچیم. جمیلا تو
میفهمی که خانم حمیده کجاست؟ سرش درد میکرد دوا خورد خوابید. چی کار داشتیش؟ من کار بسیار ضروری پیدا شد. زود میرم و پس میم تا مادر من متوجه توران میباشی. میبخش توبرک خواهر، اما پنارم بیرون رفته. تمام کارا به من مانده. پس من یک دفعه پیش خاله میرم. او هم بخیرداری بیرون رفته توبرک خواهر. درست است. در وقت دستپخت پدرم بسیار مزه‌دار بود. من خو نخوردیم اما مادرم زیاد تعریف میکنه. وقت 2 نفری به آشپزخانه میرفتن باز یک عالم غذا پخته میکردن. البته حالا دیگه پدرم او کارها را نمیکنه. در این روزا غذا پخته کردن خوبه، نه تو به مادرم هم کمک نمیکنه. بیکار در خانه میشینه. رویه و رفتارش هم تغییر کرده. به نظر من انسان خوب نباید رویش تغییر کنه. نمیفهمم مرزش احترامی که در اوایل بین زن و شوهر میباشه بعدن چرا از بین میره؟ محبتشون نسبت به هم کم میشه. دالی که عروسی به معنای شریک ساختن کلی چیز میباشه. اما تو نیست یوسف؟ نمیفهم. در این مورد فکر نکردیم. در مورد چی؟ تو هنوز درباره ازدواج فکر نکردی؟ یک دفعه نمک شب چش. نمکش درست است. ما میرم از باغچه کمی نعنا بیارم. درست است. فرار کو یوسف خانجی اغلو. اگر در خانه خسته میشی با تو یک وظیفه پیدا کنم. باید در مورد آینده تصمیم بگیری. بیا از خانواده‌تان با پول ضرورت دارم. بیزو مام کار میپالم. در چند جای درخواست دادیم اما هنوز جوابی نگرفتیم. با جاهایی که درخواست دادی بگو ما همراهشان گپ میزنم که کمی عجله کنن. لازم نیست، من خودم حلش میکنم. درست است. اما تو حلش کو. من برات کمک میکنم. گفتم که لازم نیست. چی شد؟ چرا قهر شدی آبا؟ قهر نشدیم. دستت بریدی؟ مهم نیست، خون نامد. صادق ای طفله چرا اینجا وردی؟ در خانه کسی نبود که مواظبش باشه. تو مجله داشتی ماموره گرفته اینجا آمدم. چه میکردم؟ تو چرا مرا مجازات میکنی توپراک؟ ما هیچ وقت مقصری کارا نبودم توپراک. صادق صادق با این قسم کارات نماره رنج بده و نخوده لطفا. یه ازدواج دیگه تمام شده. یعنی که دیگه مرا دوست نداری؟ تو هم مرا دوست نداری. اگه دوست می داشتی مرا فریب نمی دادی. با پول ما چشم نمی دوختی. اگه دوست می داشتی حال وضعیت کاملا فرق می کرد. تو مرا دوست داری یا نه؟ فقط امیره بگو توپراک. دوستت داشتم اما بعد از این دیگه نی. درست است توپراک. هر قسمه که تو خوش باشی
ببین من میخواستم که قسم گپا رو به تو بگویم صادق باور کن اما امی حقیقت است. ما و تو با هم یک جای بزرگ شدیم. درست است. ما تو را خوش نگاه کردن نتونستم اما باور کن که دوست داشتم. میخوایم حقیقت ببخشی توفراک. ما حقم به تو بخشیدیم راحت باش صادق. توفراک تو چشمایت باز کردی؟ حالا ما بسیش میکنم. صبر داشته باش یک دانه میایا. آمدم یک دانه جانم. آمدم جانم مادر. ما پیش دستم. کجا میخوای بری؟ رابطه ما و تو چی منامته یوسف؟ ما چرا اینجا با هم هستیم؟ من درست نفهمیدم. ما یک دیگه خدا دوست داریم هوا. از همین خاطر مرا اینجا آوردی؟ فقط به خاطری که مرا دوست داری؟ ما کدام گپ بد زدم هوا؟ میخوایم تو را خوب بشناسم. باز تو هم خود مرا خوب درست نمیشناسی.
شاید امرای من خوش نباشی، شاید از آدم من خوشت نیاید. بدون فهمیدن این گپا چطور برات وعده بتم؟ شاید به نظر تو عجیب معلوم شوه، اما من قصد فریب تو را ندارم یوسف خان. از همین خاطر تا به امروز با هیچ کس دوست نبودیم. من از این کارا هیچ خوشم نمیایه، اما مفکوری تو با من فرق میکنه. با هم دیگه یک جایی میباشیم، بیرون رفته خوشگذرانی میکنیم، همدیگر امتحان میکنیم، وقت از همدیگه خوشمون آمد باز جدا میشیم. منظورم این نبود. من منظورت خوب میفهمم یوسف خان. حتما نمیخوای که امرایم ازدواج کنی. اما تا حالا در این مورد فکر نکردیم. هوا باید یک دیگه خدا خوب بشناسیم. پس میخوای تا وقت همین قسم با هم رفتار کنیم؟ فقط میخوایم یک دیگه خدا بشناسیم. مرا ببخش، من اون قسم دختر نیستم. یوسف، چهره اصلی هوا امی از خوب ببی. من میخواستم که امرایم ازدواج کنی. به همین خاطر ازدواج نسبت به خوشگذرانی ترجیح میتم. توبه خدایا توبه. فکر میکردی وعده ازدواج میته؟ دیدی که چی قسم وعده داد؟ هوا زد نکو، با موتر سوار شو. سوار نمیشم. هوا گفتم با موتر سوار شو. تو سر من امر کردن نمیتونی. خب اگه سوار نشم چی خود کردی؟ با موتر سوار شو. دست میلا کو. هوا مثل طفلا زد نکو، باید زود از اینجا بریم. با ما جنجال جور نکو، با موتر سوار شو. هوا مرا عصبانی نسا، سوار شو. صادق، آمدی بچیم؟ صادق، صادق، تو خوب هستی بچیم؟ مادر. صادق، تو را چی شده؟ نه که تو زخمی شدی، کی کار کرده؟ مادر، من مرتکب اشتباهی بزرگ شدیم. بیش از اینکه دیوانه شم بگو که چی کردی؟ مادر، من توپ را که از بین بردم. تو چطور این کار کردی صادق؟ چطور دستت به خونش آلوده ساختی بچیم؟ او مرد مادر. توپراک مرد. تو بسیار زدی هستی. حالا برام زدی میگی؟ کسی که گپت قبول نکنه، چیزی که میخوای انجام نده، باز وقت زدی میشه. این گپ با خواستای مرتبط نداره. من فکر میکنم تو عادت کردی که خوشگذرانی کنی، اما من از دختران نیستم یوسف. با نظرم تو بسیار زود عصبانی میشی. حتی گپ مرا نمیشنوی. هر چی که دلت خواست همون میگی. یک دفعه به گپای مام گوش کن. حالا دیگه نافام هم شدم. بس لازم نیست هم دیگر ناراحت بسازیم. به نظر مام نباید دیگه ادامه بدیم. خدایا برام قوت بده که تو را صحیح و سلامت به خانهش برسانم.
گوش کنین مادر، اگر پلیس آمد برشان بگوین که مرا ندیدین. بیا زود من اونا در جستجوی هستن. دیوانه شدی بچه، من تو را در گیر اونا نمیتم. بیا صادق، بلیاز خدا بچیم، تا که صبح نشده هیچ صدای تنکش دم اینجا باش. درست است بچیم؟ صبح وقت مامای دیجا خدا میرسانه، تو را گرفته بچان کارا میبره. درست است؟ ایران بگی به خاطر تاریکی پیشت نگاه کو جان مادر. ای کمپلم همراهت بگی که تا صبح خنک نخوری بچیم. او خب دیگه صادق بچیم، آره دیگه برو داخل. برو. بچیم زندگی تا تبا ساختی، خودت برای جزا تعیین کردی، زندگی تا با دستای خود تبا ساختی. توپراک، تو خوب هستی خواهر جان؟ توپراک خوب هستی؟ تو را نبگیره. توپراک. مادر، سلطان خاله. توپراک خاله. توپراک. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر، سلطان خاله. صدای بیادرم هست. یوسف. توپراک. مادر، سلطان خاله. یوسف بچیم چی گپ شده؟ آه خدای من. ایره بگی زجو. خاله توپراک زخمی شده. چی شده دختر من؟ یوسف خان بیا. بیارش. مادر اینو بگی. ما هم امرتون بیایم بچیم. نه خیر پدر، ما به شفاخانه بیادر ما چی کار کنیم؟ منتظر خبر ما باشیم. خواهر جان لطفاً. توپراک چشمایت باز کو خواهر. دخترم صبر داشته باش، خوب میشه. بله، با دکتر جراح بگوین که شفاخانه بیایه. با شفاخانم خبر بتین 10 دقیقه بعد میرسیم. یوسف خان لطفاً عجله کنید، باید زودتر به شفاخانه برسانیمش. نه فکر میکنم توپراک زخمی شده بود. چی بفهمم خانم؟ وضعیتش هم هیچ خوب معلوم نمیشه. دلم برش بسیار سوخت بیچاره. آه قربانت شوم، نواسی قندولم. خدای من. خون یولماس خان. خونی چی؟ خون است. 1 دقیقه صبر کن. اینو بس کن. اینجا بالش. اینه که نواسی مام زخمی شده. خدایا تو متوجهش باش. خدا نگاهش کنه، صبر کن. خدایا خودت کمک کن. باز کن. مادر آرام باشین، اینا چیزی نشده. مادر به پشت جام بیبی. مادر این خون فقط در لباسایش هست، تو ران زخمی نشده. نه خیر زخمی نشده، راحت باشین مادر، این زخمی نشده. خدایا آزار باش. بپیچونش دخترم که خنک نخوره. شکر که جور هستی. زود شو. بیا بچه یک دانی مادر کلان خود. بیا در بغل مادر کلانت یک دانیم. بیا. اوه جانم.
غذا بیار دیگه خانم. از گشنگی معده ما درد گرفت. هنوز خو هوا نامده رمزی. من بیشتر از این منتظر بودنمتون. رمزی توبراک برات زنگ زد؟ ای دختر بیبی از صبح تا دل دفعه زنگ زدم، یک دفعه هم جواب نداده. نگه کدام مشکل داره؟ حتما متوجه نشده. به خاطره که طفلش بیدار نشه شاید موبایلش به صدا ساخته و زنگت نشنیده. به ما بده. وضعیتش چطور است دکتر صاحب؟ تشویش نکنین یوسف خان، هرچی لازم باش انجام میدیم. شما منتظر باشین. خاله توبراک چیزی نمیشه، همون تو نیست. بله دختره، خداوند از توبراک محافظت میکنه. محافظت. باید صبر داشته باشیم. دکترها متوجه او هستن. شفا باشه یوسف خان. از یلماز خان خبر شدم. کدام کاری است که من انجام بدم؟ مراد، همراه چند نفر دیگران بگی. او به شرفه باید زود پیدا کنین. ما حقش برش بدیم. تو امرش خرز نگی، فقط پیدایش کن. درست است یوسف خان. مراد، پیش از اینکه پلیس پیدایش کنه. درست است. مریض به خاطر خونریزی زیاده که داشته به خون ضرورت داره. هر چه زودتر گروپ خونش را تعیین کنین، برش خون پیدا کنین، عجله کنین. هیچ نفهمیدیم کجا را رفت. باز دوران چرا همراه خود برد. حتی نفهمیدیم کجا میره. کل چیز دفتن اتفاق افتید بچه. چی شد خانم پرستار؟ عملیات هنوز هم جریان داره. من زیاد خون ضایع کرده. هر چیز زودتر باید خون پیدا کنه. خواهش خون میده. خاله گروپ خون من با پدر مطابقت داره، با توبراک مطابقت نداره. گروپ خونش چی است؟ آره چی منفیست آقا. درست از گروپ خون ما هم همی است. بفرمایین از این طرف برین. آی خدایا شکرت، خدایا شکرت. خدایا خودت کمکش کن. من هم میفهمم که خواهرم در کجا زخمی شد. مأمور پلیس خواهرم پیش از اینکه گپ بزنه زوف کرد. او میخواست از شوهرش صادق طلاق بگیره. یازدیم همیشه خواهر من ناراحت میساخت. بدون صادق کسی دیگه نیست که به خواهرم ضرر برسانه. لطفا اون رو پیدا کنین و جزایش شما تشویش نکنین، ما در جستجویش هستیم. بسیار زیاد تشکر یوسف خان. زنده باشی یوسف بچه. تو چی گفتی جمیله؟ طفل گرفته از خانه بیرون شد؟ دخترم چرا نپرسیدی که کجا میری؟ هیچ متوجه گپ نشدم خانم. فکر کردم کدام کار داره. توبه توبه. میبینی که اینا چقدر بی مسئولیت هستن. نباید بالا اینا اعتماد کنیم. ما به او جان خود امانت دادیم. اگر کسی نبود که طفل پیشش مانده بری باز به هیچ جایی نمیرفتی. درست است خانم، درست است. خدا را شکر که طفل چیزی نشده.
انشالله که وضعیت او دخترم زیاد جدی نیست. انشالله. منور دخترم، تو با بیادرت زنگ زدی؟ زنگ زدم پدر، هنوز منتظر هستن. حالا دختر حالا تو برو به کارت برس. آی میبینی که چی روزایی سر ما میایه یلماز خان. تو به خدایا یازنه به خدا مامش نفهمیدم چطور اتفاق افتید. حال در اتاق عملیات است. تو خواهر بگرفته اینجا بیار، درست است؟ زود بیاین. چرا زبانت بسته شد رمزی؟ بگو که چی شده ها؟ جواب بده. دوبراک ها؟ در شفاخانه است. چی؟ چاقو خورده. او به شرف پیدا کردین؟ نه خیر، او را هیچ کسی ندیده. اگه میگین یک دفعه خانهشان بریم، در رکشای تورانه پیدا کردیم، گفتم به شما اول بتیم. در کجا؟ در نزدیک پل کانه یک کوچه تنگ است. در اونجا دور و بر رکشا پر از خونه است. معلوم میشه که واقعا در این نزدیکی ها صورت گرفته. مطمئن هستی مراد؟ از اونجا تا خانه یک عالم راه است. رکشا خود از توران است. لوازمش هم در بینش است. یعنی از اونجا تا خانه تورانه در بغلش آورده. او هم با این وضعیت که داشته. مراد، همی که صادقه پیدا کردین برام خبر بتین. چی شد؟ او را پیدا کردن؟ از پیش پلکانه تا خانه تورانه در بغلش آورده. او را در اونجا رها نکرده. یعنی تورانه تنها نمانده. بچیم اگه به مادرت دلت نسوخت، به جوانی خودت خود دل می سوختاندی. فکر بیکنی ای گپ به قسم پت خود مان. خدایا تو من از این جنجال بخیر نجات بدی. خدایا بفرمایید بچیم. سلام علیکم خاله. صادق کار داریم در خانه است؟ صادق در خانه نیست. صبح وقت از خانه برآمده تا حال نامده. چرا او را میپالین؟ کدام گپ نیست. ما خودمون یک دفعه میبینیم. بچی ما با شما چرا دروغ بگویم؟ گفتم که در خانه نیست. ما خود چیزی نگفتیم. یک دفعه خانه را میبینیم و درست میبینیم. بچیم شما امرا یوسف خان کار میکنین؟ بله. ما چیز نفهمیدم که شما او را کار دارین، اما ایره براتان بگیم که اگر او را کار داشته باشین در پایین یک قهوه خانه است. صادق اکثرا نمونجا میره که کار داشته باشین برین. او اینجا نیست مراد، بیا که بریم. ما خو یک بار براتان گفتم بچیم او چرا در خانه خود پنهان شوه؟ آدم خود خانه خود پنهان نمیشه. درست است ما میریم. ببین خاله، صادق جرم بزرگی مرتکب شده. اگه به او دنیا هم بره پیداش میکنیم، اما اگه به رضایت خود بیه بهتر خود بود. جرم چی بچیم؟ صادق هیچ وقت یک کار انجام نمیده. چه قسم کارا را انجام نمیده خاله؟ تو گفتی که جرم. بچیم هیچ وقت مرتکب جرم نمیشه. شما فقط گپای ما را برش برسانین کافی است. دختر من چی شده؟ او کجاست هوا؟ اگه اینجا نمی آمدی خوب میشد بچه. یعنی چی که نبه مادر؟ توپراک مثل خواهرم اگه است. کسی ببیند بچه یوسف خان اینجاست.
چه وقت آمدی؟ همیال آمدم یوسف بیادر. توپراک، تو چشمایت باز کردی، ما بستش میکنم. تمام خانه را پالیدیم اونجا نبود، اما مطمئن هستم مادرش میفهمه او کجاست. مطمئن هستی؟ البته که مطمئن هستم، از رویش فهمیده میشد. و تمام خنقاق خون آلودو را دیدم، اما وانمود نکردم که چیز را دیدیم، به خاطر که باز بچه‌ش کدام جای روان نکنه. کار خوب کردی. صبر کن. خاله ما بیرون میرم، وقت دکتر برآمد برام زنگ بزنه. درست است بچم، درست است. اما نبر. چی شده دخترم؟ کدام خبری از توپراک داری؟ پیشتر زنگ زده بود مادر جان. عملیات هنوز تمام نشده. توپراک بسیار خونسایی کرده. بیادر مام از این خاطر برش خون داده. میبینی دخترم که چی روزای سر ما میایه ها؟ خب اونا فهمیدن که این کار کی بوده؟ نه که کار شوهرش است. نمیفهمم اما به احتمال زیاد که کار شوهرش است. او را به حیث دایه استخدام کردیم. نه مشکلاتش تمام شد نه جنجالایش. مادر، او دختر بیچاره چی گناه داره؟ توپراک چقدر یک دختر ساده و آرام است. شوهرش یک آدم احمق است. کلش هم گناه اوست. بیعقل است دخترم، بسیار بیعقل است. نواسی مرا گرفته همراه خود برده بود. اگه او را چیز میشد باز. این دختر بسیار بی‌مسئولیت است. نه جانم نه، این مشکل باید حل بسازیم. مادر لطفا اینو نگوین که میخواین او را اخراج کنین. من نبر. بعد از این همه اتفاقات دیگه چطور بالای توپراک اعتماد کنین؟ درست است، تو دیگه در موردش فکر نکن، تو استراحت کن. من خودم یک راه حل پیدا خود کردم. تو متوجه خود باش. او کجاست؟ نیست، هنوز نامده. بیشتر به افرادتم گفتم. مراد، مادر صادقه پیش همسایشان ببر، زود شو. همراه من بیا خاله. من جایی نمیرم، من ای جایی نمیرم. چرا مرا میبرین؟ خاله در این وقت شب جنجال جور نکن، ببرش. بریم خاله. قربانت شوم بچه، مرا غرض نگیر. درست است اوی کار احمقانه را انجام داده، اما او آدم بد نیست. بچه من ببخشه لطفاً، من بدون او کسی را ندارم. لطفاً بچه من ببخشه. بریم دیگه خاله. محسن بیادر تو داخله ببی. چطور این کار کردی؟ با او دختر بیچاره دلت نسوخت؟ کلش به خاطر تو شد. بیشرم! بلند شو، حرکت کن. دخترم چطور است؟ خوب است؟ عملیات بسیار به مشکل سپری شد خانم. ضربه چاقو بسیار عمیق بود.
وضعیتش بسیار خراب بود. اما چیزی که ما رو با مشکل مواجه ساخته بود زایش شدن خون بود و بسیار مشکل عملیات به پایان رسید. و فکر میکنم بعد از حادثه بسیار فعالیت جسمانی انجام داده و همین باعث زایش شدن خونش شده و همین موضوع زندگیش به خطر مواجه ساخته. از پیش پل کنه تا خانه تو رانه در بغلش گرفته آورده. خواهرم خوب خواهد شد. حالا تحت مراقبت جدی قرار داره. پیش از معاینه کردن تا فردا صبح چیزی گفتن نمیتونیم خانم. باید تا صبح کل ما منتظر باشیم. دیدم میتونم دکتر صاحب. امکان نداره. شما تا فردا صبح باید منتظر باشین. خدایا لطفاً خواهرم از من نگی. عمر مرا کم کن اما خواهرم از من نگی. خوب هستی؟ چیزی میخوایی برات بیارم؟ فقط حالا میخوایم یک کار برام انجام بدی. میخوایم یک دفعه خواهرم ببینم. شاید او را دیگه دیده نتونم. میخوایم نوازشش بدم. لطفاً این کار برام کنین. ما یک بار گپ بزنم. خانم عزیزم، تو رانا بیبی چطور است؟ شب هم شدیم؟ بسیار مقبول شده. بچه قلب بسیار مقبول. خوب هستی؟ توران کجاست؟ توران خوب است. کل ما را بسیار ترساندی، اما شکر که کل چیز به خوبی تمام شد. حال خوب هستی؟ یوسف خان، من بسیار جگرخون هستم. خدا جگرخون نساز توبراک. بعد از اجازه نمیتونم کسی تو را جگرخون بسازه. توبراک، خواهر، گپ نزن خواهر جان. خود خسته نساز. ها بگو. سلام علیکم پدر. علیکم سلام. خیرت باشه. هوا تلفنش جواب نمیده. شما می صدایتون نمیکشین. نه که شما گپای مرا شوخی فکر میکنین ها؟ نه بچه، تو نمیفهمی که سر ما چی آمده. هوا را خود چیزی نشده. هوا را چیزی نشده خدا را شکر، اما توبراک چاقو خورده. صادق بیشرف قصد جان او را کده بچه. چی میگی؟ بسیار جگرخون شده. توبراک حال چطور است؟ خوب نیست. در شفاخانه هستیم. هنوز به هوش نآمده. خداوند
من شفایش بده پدر. در این وضعیت نمیخوایم سرتان فشار بریم، اما میفهمید که به جلسه دادگاه وقت کم مونده. هر چی زودتر موضوع نامزدی ما را حل بسازین. درست است بچه‌م، درست است، اما یک چند روز صبر کو که توبراک خوب شوه، باز نامزدی شما را حتما میگیریم. تو تشویش نکو. اگه همه چیز طبق خواسته ما پیش نره باز خودتان میفهمین پدر. شما خواست تمام گپا خبر دارین. درست است بچه‌م، درست است. حالا قد میکنم باز گپ میزنیم. بازم شفا باشه. به هوا سلام مرا بگوین. درست است میگم. کی زنگ زده بود؟ از قهوه خانه یک دوستم زنگ زده بود. از واقع خبر شده، برم گفت که شفا باشه. زیاد درد داری خواهر جان؟ دیر خواهد شد جانم. بسیار زود خوب میشی. من دیگه تنها نمیمونم، همیشه در کنارت میباشم. خواهر صادق، نام صادق دیگه نگی. دیگه در این مورد فکر نکن. از برکت یوسف خانو دستگیر شد و حالا جزای تمام کارهایش میبینه. تو هیچ تشویش نکن جانم. بداخل بخیر آزاد چای بچیم. حالا میرم به مادرمشان میگم که تو به هوش آمدی. اونا با شنیدن این خبر خوشخواد شدن. درست است؟ یوسف خان، میشه یک دقیقه اینجا بیایین؟ بفرما توبراک. من بسیار مسرت میخوایم. از توران مراقبت کده نتونستم. توبراک لطفاً این قسم فکر نکو. او طفل تا خانه رسانده، دیگه چی کنی؟ در این مورد گپ نمیزنیم، درست است؟ حالتان بهتر شده خانم توبراک؟ بله دکتر صاحب، حال خوب است، گپم زده میتونه. ما را خوب بسیار زیاد ترساندین. تا وقتی که به شفاخانه رسیدین بسیار زیاد خون ضایع کرده بودین. گروپ خونتانم با مشکل پیدا میشه، اما شما شانس آوردین که گروپ خون شما و یوسف خان یکی بود. اگه اینا خون نمیدادن باز تا وقتی که خون از قیصری میرسید شما را از دست میدادیم. شما باید همیشه از یوسف خان مدیون باشین. خواهش میکنم، ما وظیفه ما انجام دادیم. فعلا استراحت کنین. ما یک چند لحظه بعد امرای پرستار میم شما را پانسمان میکنم خانم. زنده باشین دکتر صاحب. شفا باشه. زنده باشین. تشکر میکنم. تو خوب شو، ما دیگه چیزی نمیخوایم، درست است؟ هوا دخترم خوب است نه؟ گپ زدم میتونه، وضعیتش خو خراب نیست. مادر جان گپ قابل تشویش نیست، او خوب است. من دیدمش، شما مال دیدیش میتونین. درست است؟ خدا را 1000 بار شکر، دختر من به من دوباره بخشید. خدا را شکر، خدا را شکر که توبراک چیزی نشده. خدا را شکر. ها شما داخل برین مادر جان. پدر تو بدن برو، درست است؟ نه دخترم، من پیش توبراک هستم. تو خانه برو، لباسایت تبدیل کو، کمی استراحت کو، باز شام پس درست است، اما اگه کدام گپی شد به من خبر بدین. درست است، درست است. بسیار تشکر یوسف خان. ما تو را تا خانه میرسانم. لازم نیست، من خودم میرم. بیا ما میرسانمت. خاله، پدر، خداحافظ. دختر مقبوله جانه، اگه تو را چیزی میشد باز من چی میکردم؟ خداوند تو را دوباره به ما بخشید.
خدا را شکر که خوب هستی. خوب هستی اما توی نیست دخترم. در طفولیت وقتی که مریض می شدی و باز خوب می شدی همین قسم می دیدی، مثل ای که دوباره تولد شده باشی. خداوند تو را همیشه از بلاها حفظ کنه دخترم. همیشه خوشبخت باشی دختر ناز و مقبوله. مادر بگو دخترم، چیزی میخوایی؟ من یک خواب دیدم. خیر باشه انشالله. میفهمین او خواب من از پیش نازلیم اینجا آورد. خداوند به تو یک عمر طولانی بده دخترم. به اندازه خوشخواد بودی که تمام این غمایت فراموش کنی. تو لایق یک زندگی خوب و خوش هستی توبراک. توبراک حتما خوب میشه. ما همراه وکیلم گپ زدم. او کوشش میکنه به صادق سنگین ترین جزا داده شوه. بعد از این توبراک و هم شما راحت میباشین. زنده باشی یوسف خان. هنوز با ما یوسف خان میگی؟ درست از شب بدی بود. تمام وجود ما را ترس احاطه کرده بود. تو هنوزم زد میکنی؟ من با کسی زد نمی کنم. تو نمیخوایی مرا درک کنی. حتی نمیخوایی در این مورد امرایم گپ بزنی. اوا من به گپایت گوش کردم، اما حالا هیچ حوصله گپ زدن در این مورد ندارم. خسته هستم. روز بخیر. هوا هوا ای قسم روی دور دادن رو. ما از تو خواستیم که همراه ما چکر بری یا که همراه ما خوشگذرانی کنی. میخوایم اجازه بدی همدیگه را بشناسیم. واقعا؟ بله. پس چرا وقت به خواستگاری خواهرت آمده بودن همین کار انجام ندادی؟ چرا اونا را قدر زود با هم نامزاد کردی؟ به خاطر که تو هم میفهم اینجا قریه خورده است. اگه دو نفر با هم باشن بدنام میشن. به خصوص اون نفر یکی از خانجی اغلو باشه. در مورد خواهرت قسم تصمیم گرفتی اما حالا به من میگی نباید عجله کنیم. تو دیگه زیاده روی میکنی. خوشت نامد امو تو نیست؟ گپایی را که برای مام گفتی خوش مام نامد یوسف خان. تو مرد هستی. شاید به تو فرق نکنه اما به من کل چیز فرق میکنه. من همراه تو این قسم گشتن نمیتونم. اگر نه نامم بسیار زود بد خواهد شد. آبروی پدر مادرم در این قریه میره. کاش که بدون گفتن من این گپا را درک میکردی. باز با من نمیگفتی که زیاده روی میکنی. به هر صورت هوا میشنوم خاله جان. چقدر زنگ زدم چرا جواب نمیدی؟ اگر کدام موضوع مهم باشه باز. فعلا از توبراک کده هیچ چیز برام مهم نیست خاله. به مادرم زنگ زدم گفت که خوب است. یعنی قصداً به زنگای ما جواب نمیدی؟ خاله جان تمام شب نخوابیدیم. خوابم برده بود. آفرین. یعنی کل چیز رو براست تو هم آرام خوابیدی. همه تر از دخترم ها؟ اما من قصه فکر نمیکنم. دیشب در شفاخانه خوب متوجه تو یوسف خان بودم که چطور از هم دیگه فرار میکردین. با هم گپم نزدن. خب حالا برام بگو که چی شده. من میگم که در مورد توبراک فکر میکنم اما شما دقمه چی هستین خانم سلطانه؟ خدا را شکر که توبراک شما خود باز کرده.
همین که دوای خدا بخوره و استراحت کنه کاملا خوب میشه. اما تو وقت زیاد نداری دختر جان. تو چرا قدر جگرخون هستی؟ بگو ها، باید برم بگویی. نه که تو باز کدام کار دیوانگی برای انداختی. تمام واقعیت‌ها را برم بگو. هیچ پرسان نکنین خاله جان. یوسف دیشب مرا در خانه تابستانی به غذا خوردن برده بود. نه بخیر. پس من چرا خبر ندارم؟ تو همراه وعده نکرده بودی که از هر کاری که انجام میدی مرا به خبر میسازی خانم هوا؟ خبر ندادم به خاطر که کل چیز دفتن شد. دست من نمیخوایم دیگه مورد گپ بزنم. این دیگه چی معنی داره دختر؟ نه که لجبازی کرده باره زحمات ما آب سرد ریختی. گوش که هوا برم نگوی کل چیز خلاص شد. اگه نه همونجا آمده تکت تکت میکنم. فهمیدی؟ چرا همیشه مرا مقصر فکر میکنین؟ این دفعه اشتباه یوسف بود. دزم خواستای ما از هم کاملا فرق میکنه. چرا واضح گپ نمیزنی؟ کل چیز دانه دانه برم قصه کو. بدن خاله بدن. حالا به هیچ وجه حوصله گپ زدن ندارم. خسته هستم. دزم از یوسف خان جغلو کده کارهای مهمتری دارم. پس تو از خانم هوا وقتی که کارت بند باشه دویده پیش من میایی، وقت نباشه من برات مهم نیستم ها؟ به خاطر مشورای من تو اینجا رسیدی، اما کجا به من اهمیت میدی؟ من به شما چی گفتم میرم و شما هنوز در فکر چی هستین خاله؟ معذرت میخوایم دختریم، اشتباه از ماست. من فقط میخواستم به خواهرزادیم کمک کنم. زندگی خواهرت خود تباه شد، خواستم حداقل از تو جور شوه، اما اشتباه میکردم. شما هیچ از کار نیستین دخترا. یک طفل آرام کده نمیتونین. از صبح تا به حال گریه کده جانش برآمد. تو آمدی بچه؟ آرام نشد مادر. هرچی کدیم آرام ساختن نتونستی. توپراکم میپاله مادر. به او عادت کده. از دوری او گریه میکنه. بچه یک خوش طفل به عادت کردن چی میفهمه به لیاز خدا؟ برای شیر آماده کردیم، اما فکر نمیکنم که بنوشه. او از گشنگی گریه نمیکنه. توران فقط توپراکم میخواه خانم میگه. سلطانه تو این شیر به دخترها بده، بعدن آن پایین برو. به کارت بر از ده هر گپ مداخله نکو. یوسف جان تو همراه ما بیا، باید با هم گپ بزنیم. درست است مادر. مادر مستم. هوا خوب هستین؟ مرا خواب برده بود. توپراک چطور است؟ حال استراحت کرده دخترم. دکتر برای میگفت حال صحتش خوب است. به زودی مرخصش میکنن. راستی؟ خدا را شکر. تو چرا اینجا آمدی؟ تمام فکرم اینجا بود مادر. خستگی مرف شد مادر. شما خانه برین، من پیشش هستم. این امکان نداره دخترم. من میفهمم تو بسیار خسته شدی. برو یک کمی استراحت کو، باز فردا صبح. مادر چرا گپای من گوش نمیکنین؟ شما فردا باید به خاطر معایناتتان برین. بودن شما در اینجا خوب نیست. لطفاً. درست است جانم. باز فردا باید حتما خانه بری. قول است؟ درست است، قول میتم. هر دویتان به خداوند میسپارم دختر نازم. تشویش نکنین مادر جان. مواظب خودتان باشین. توپراک هیچ جای نمیره مادر. بچیم بعد از این همه اتفاقات من دیگه سر او دختر اعتماد کده نمیتونم. راستش من سر کس اعتماد کده نمیتونم. مادر شما خبر دارین؟ توپراک به خاطر محافظت از دوران از جان خود تیر شده بود. میتونست در مورد او فکر نکنه. میتونست خود به شفاخانه برسانه. میفهمین چرا؟ به خاطر که او خواست دوران تا خانش برسانه. او هم به قیمت جان خودش. بچه مام خمیره میگم اگه توران تک و تنها همراه خود نمی برد باز هیچ وقتی اتفاق نمیفتاد بچیم. با آن دیگه مادر او از کجا میفهمید که اتفاق سرش میفته؟ مادر ما نباید قدر آدمای خودخواه باشیم. گفتی خودخواه؟ معذرت میخوایم اما شما همین قسم هستین. سر او دختر چی روزایی که نامد. حالی یک ضربه دگام ما به او بزنیم؟ بچیم
اما درباره شما فکر میکنم. ما خو نمیخوایم که روزی او را ازش بگیرم. شیرش بتا پولش بگیره، اما از نواسه ما یک کس دیگه مراقبت کنه. یوسف، ما یک شخص را که کاملا هوشیار، قابل اعتماد و بدون هیچ کمی و کاستی را پیدا خواهد کردم. یک راه حل پیدا میکنم، تو تشویش نکن. درست است فکر کنین که او دختر از اینجا اخراج کردین. ای وابستگی اونا را چی کنیم؟ ای نواسه شما بدون او آرام بوده نمیتونه. گریه کده خدا کشتم و یک دقیقه آرامش نتونستین. توبراک همی که چشمایش باز کرد پرسید توران کجاست. یک تصمیم خوب بگیرین مادر. اونا را از هم جدا ساخته میتونین ها؟ ای کارا کده میتونین؟ ای یوسف، به خدا مرا از خنده کشتی. تو چرا اینقدر مبالغه میکنی بچیم؟ تو طفلا را نمیشناسی؟ همراه هر کس که باشه عادت میکنه، وقت نبینش باز فراموشش میکنه. مادر چی جانم؟ توپراک خو مادر واقعی او نیست؟ میفهمی او هیچ چیزی او نمیشه. تو تشویش نکو، اما یک کس را پیدا میکنم که با او عادت کنه. ما کس دیگر نمیخوایم، فقط توپراک باید از طفل ما مراقبت کنه. مادر توپراک برام بسیار ارزش داره، چرا نمیفهمی؟ یعنی بعد از این دیگه هیچ گپای مرا تو گوش نمیکنی یوسف بچیم ها؟ امرای هر تصمیم مخالفت میکنی؟ آفرین به خدا. مادر، هدف من مخالفت با شما نیست. او بچیم از درباره او فقط ما تصمیم میگیرم. ما توپراک اینجا میباشه و کلگی باید به او کمک کنه. نمیفهم در وجود این دخترای رمزی دیوانه چی است؟ به خدا پمپرسش هم یال تبدیل کردم جمیله خواهر. ای فقط پشت توبراک دق شده، از این خاطر نارامی میکنه پنار جان. یعنی که توبراک هم پشتش دق شده؟ حتما دق شده. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. توران چطور است؟ خوب است؟ به خاطر که توبراک اینجا نیست کمی نارامی میکنه. یوسف خان، توبراک چطور است؟ خوب است؟ بله خوب است، تشویش نکنین. حتما شما را میخوایم. با ما بتش بچه پنار، یکی از لباسایی را که زیاد برش میپوشه نبرم بیار. درست است. ایره تازه از جانش کشیدیم که مرق کده بود. همین درست است. ایره بگی؟ بگی خب دیگه خسته نباشین. زنده باشین. زنده باشین. بیبی بسیار زود آرام شد. چطور پدرش از شناخت؟ درست است، اما یوسف خان لباس چرا گرفت؟
آماده بودم اما اینقدر مقبول خوابیده بودی که نخواستم بیدارت کنم. فکرم طرف تو بود. میگفتم کاش که بیایی و با هم گپ بزنیم. میفهمم قهر هستی اما من همین قسم هستم. شب بخیر. حالا ما برات چی بگویم هوا؟ هنوزم دیگر را درست نمیشناسه. ما برات چی تو وعده ازدواج بدم؟ دورانم جانم، دوران برام بزرگترین قوت است خواهر. به خاطر او یک دفعه دیگه در زندگی وابسته شدیم. زنده باشی خواهر جان. ای بوی مرا بسیار زود خوب خواهد ساخت. هیچ کس مرا به اندازه تو نمیشناسه. ایره منی یوسف خان آورد. گفتی یوسف خان آورده؟ یوسف خان چقدر یک انسان خوب است. هر وقتی که به چیز ضرورت داشته باشم برای میاره. سایش همیشه بالای سرم است. بله انسان خوبی است. با کل ما بسیار خوبی کده خواهر. خواهر من از تو یک چیز میپرسم. پرسان که خواهر جان. تو کدام وقت درباره ما و یوسف خان چیز شنیدی برام بگو. چی قسم یک گپ؟ به خاطر کارای بچه‌ت تو را سرزنش نمی کنم. ما مادر هستم صبریه. میفهمم اگه خبر می داشتی مانع او می شدی. ای اجازه را برش نمی دادی. چطور مانعش نمی شدم شریفه؟ البته که مانع می شدم. با دستای خود بستیش می کردم و نمیماندم که کار انجام بده. توپراک مثل دختر خودم است. ما با یک دیگه به نمک شدیم. نمیماندم به او ضرر برسه. نمیماندم که در بین ما نفرت ایجاد شود. میفهمم صبریه. میفهمم. 40 سال میشه که همسایه هستی. تو را خوب میشناسم. اما ای را بفهم که تو را هیچ وقت نمیبخشم صبریه. میفهمم که تو مانع او شده نتونستی، اما بعد از فهمیدن جرمش بازم همراهی دستای خودت او را پنهان کردی. دخترم با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و تو میخواستی بچه تا نجات بدی. من یک مادر هستم شریفه. تو باید مرا درک کنی. با این کاره چطور وجدانت راحت بوده میتونه؟ اگه بچه ای تو زخمی میشد و با مرگ دست و پنجه نرم میکرد چی میکردی؟ توپراک با او قدر خونی که ضایع کرده بود کم بود که از بین بره، اما تو میخواستی که بچه تا پنهان کنی؟ نتونستم خواهر. چوب باش. به خاطر بچه گناهکارت وجدانت در نظر نگرفتی صبریه. نتونستم شریفه. انصافا این کار کده نتونستم. با تو جیگری می کار کده نتونستم. لطفا مرا ببخش خواهر. من تو را هیچ وقت نمیبخشم. امیدوار هستم خداوندم هیچ وقت تو را نبخشه.
بچه گپ چی خواهر جان؟ هیچ کس در مورد شما چیزی نمیگه. صادق بیزو مجرم است. یوسف خان خواسته بهانه جور کنه. اما قسم است خواهر جان. بله خواهر، همین قسم است. باز کلگی خود فهمیدن که بین تو و یوسف هیچ گپی وجود نداره. ای گپ خواست اما چی؟ تو چرا در مورد این موضوع قدر فکر میکنی توپراک؟ من نمیخوایم نام یوسف خان بچه و خواهر. تو تشویش نکو. ما هیچ وقت نام یوسف خان جوغلو را بس ساخته نمیتونیم خواهر جان. اگه بگوین که صادق خانمش به خاطر یوسف خان با چقو زده، باز نام یوسف خان سر زبانهای مردم خواه تفتید. بعد از همه نیکیاش ده برابر ما، من نمیخوایم به او ضرر برسه خواهر. ضرری نمیرسه توپراک. تو تشویش نکو. باز از تو کار ساخته نیست. برات گفته باشم دیگه هیچ وقت او خانه قدم خود نمیمانم. اگه از حسرت توران بسازم بازم به خاطر یوسف خانی کار انجام میدم. آل گپ یوسف خانه بان. لطفا بخواب جانم، درست است؟ بخواب خواهر جان، خواب راحت. صبح بخیر. صبح بخیر. مریض ما چطور است؟ خوب هستن؟ از برکتتان دیشب کاملا راحت خوابیدم دکتر صاحب. فقط 4 روز تیر شده، اما بعد از عملیات شما بسیار زود خوب شدین. شما بعد از درست خانه‌تان رفته میتونین. تمام فعالیت های وجود شما به حالت عادی برگشته. یعنی میتونم خانه برم؟ بله، اما با دوا خوردنتان باید ادامه بدین. بهترین دوا برم توران است. بالاخره بچه من خواد دیدم. یک دفعه باید زخمتان هم ببینم. خانم هوا، خواهش میکنم میشه ما را تناوانین؟ البته دکتر صاحب. صبح بخیر خانم هوا. اوه، چند روز شد خبر ما رو نگرفتین. از وقتی که از او خانه برآمده مرا فراموش کردین. از صبح تا شام جانم میبرایه هوا جان. از یک طرف کارهای خانه، از دیگه طرف جنجال توران. من کی وقت دارم دختریم؟ توبراک چطور است؟ خوب است؟ خوب است، خوب است. آره دکتر پیشش است. گفت که به زودی مرخص میشه. تو چطور هستی هوا جان؟ یوسف خان به شفاخانه خوب عادت کرده، هر شب اینجا میایه. با هم دیگه گپ زدین؟ گپتان تا کجا رسیده دختر جان؟ در مورد خود ما هیچ گپ نزدیم خاله. اما او بسیار قهر معلوم میشه. فکر کنم رفتار چندان خوب نبوده. او هنوزم ازت خفه است. تو هم خو همیشه جگرخون میباشی. واضح برم بگو که در بینتان چی گپ شده؟ چیزی برای گفتن نیست خاله، اما گپای همیشگیست. من یک قدر بخبر نیستم. گفتی که دفعه اشتباه از یوسف است. تا دیروز میگفتی کاملا در قلبش جای گرفتی. حالت چی شده که قسم روی خود ازت گشتانده؟ بگو دخترم. من چیزی نمیگم. ای گپ بین خود ماست خانم سلطانه. گفتی ای گپ بین خودتان است؟ فقط گو معشوقت از دختر. اگه من نمی بودم باز یوسف خان طرفت سیلام نمیکد. خودت چه فکر کردی هوا جان؟ برم همه چیز میگی. بریم. بیادر، حالا دیگه ما آماده شدیم. درست است، ما میایم. آرام باش نزدانی امی خواد. تو امروز به چکر میری؟ منور چی میکنی دخترم؟ چرا این بچه را در این وقت بیرون کشیدی؟ مادر، ما میخوایم به چکر زدن بریم. منور، حالا دیگه خواهر جان. بچه‌م تو رانه در کجا میخواین ببرین؟ مریض میشه. دختر کاکا، اما او بیادر زده با چکر میره نه؟ بله.
نمیفهمم به چی مناسبت میخواین بیرون برن. مادر بی از او من همراهشان هستم. امروز هوام خوب است، کمی هوای تازه میگیریم. منورم خسته شده، کمی قدم میزنیم و زود میاییم. شاید پیش داییشان برین. از طرف ما بگوین که شفا باشه. وقت نداشتم که پیشش برم. میفهمی که کارا زیاد شده. منور بریم خواهر جان. خب خداحافظتان. حالا خداحافظتان بخیر برین. مام قهر شدم خاله. به خاطر موضوع ازدواج چوب میشه، اما ایرم میفهمم که منو دوست نداره. ایرم فهمیدیم به اندازه که فکر میکردم برام ارزش قائل نیست. پس از این خاطر جگر خونستی دختر؟ یعنی هیچ چیز تمام نشده و هنوزم امید وجود داره؟ همه تو رست میخواه که با هم باشیم، چکر بزنیم، خوشگذرانی کنیم و یک روزم جدا شیم. او همیره میخواه. البته که باید با مثل تو وری دختر لجباز همین کارا کنه. او بیچاره تو را به خانه خود برده، با دوستای خود برات غذا آماده کرد که قلبت به دست بیاره، اما تو ازش پرسیدی که همراه معروسی میکنی؟ هر کس باشه فرار میکنه. فکر میکنی که هیچ چیزی نشده دختر جان، اما با این کارات هیچ وقت نمیتونی قلب او را به دست بیاری. فهمیدی خانم هوا؟ فهمیدم خاله جان، فهمیدم. ایرم شاید فهمیده باشه که یوسف تو رو هیچ وقت دوست نداشته. اگر نه تا به حال پیشت آمده برات پیشنهاد ازدواج میداد دختر جان. به اندازه که فکر میکردی یوسف خان و قدرم احمق نبوده خانم هوا. تو هم از دیگه دختر هیچ فرق نداری. هرچی که ددانتان آمد برام گفتین، راحت شدین نی؟ من این گپا را فقط به خود گفتم هوا جان. تو کل چیزا میفهمی، همه تو نیست. بعد از دیگه تنهاستی. من دیگه هم دست تو نیستم. اگه خواستی به این راه ادامه بده و اگه نخواستی پس همو هوای قبلی باش، همو زندگی فقیرانه پدرت. بیازو فقط تو لیاقت همیره داری. اوه جان من، حتما طرف مادرش رفتن. عجیب است، هیچ شباهتی به بیادرت نداره دخترم. نه خیر همه جان، بعض اوقات قدر مقبول میخنده که کاملا مثل بیادرم میشه. اما من فکر نمی کنم طرف پدرش رفته باشد، زیادتر شبیه مادرش است. تو چرا جگرخون هستی؟ نه خیر، من جگرخون نیستم. اما پشت شما بسیار دق شده بود ماما. ما هم تو بسیار یادم می آمدی. یک روز تنها اینجا بیا که در مورد نامزدت مفصل گپ بزنیم، درست است؟ ببینم که این وکیل صاحب قلب دختر مقبول مرا چطور فتح کرده. باش که برای توفه نامزدی تبودم از طرف مادر کلانم به مادرم، از مادرم به من و از طرف من به تو عزیزم. اما من ایره به یاد دارم وقت خورد بودم میگفتی یستوز ما میخواستیم وقت بزرگ شام ایره برمه بتی. شو دختر مقبول ما بزرگ شده و میخوای ازدواج کنه. بسیار زیاد تشکر همه جان. تو را نبگی که ما با شما یک قهوه مزه‌دار آماده کنم، درست است؟ ما آماده میکنم ماما. تو متوجه توران باش، یوسف ما کمک میکنه. درست است همه جان. خوش آمدی یاسنا جان. شفاخانه بسیار خسته کن که آشنا، در اینجا همیشه ترس وجود داره. کاش که زودتر مرخص شود. خوش باش یاسنا، دخترت خوب میشه. از شفاخانه ها خلاص خواه شد، اما از فقیری و ناداری در تمام زندگیش خلاص نخواهد شد رمزی جان. تو از یک گپای دستبردار نیستی. واضح گپ بزن. حال معاینات خواهرت خلاص میشه، باید پیشش برم. بیشتر همراه دخترت گپ زدم. ما کوشش کردیم بعد از هر قدم چوب پای ما را پاک کنیم، اما دخترت به یوسف خان گفته که بیا همراه معروسی کو. تو چی گفتی؟ آواز دیگه گپا در دل خود نگاه کردن نمیتونه. باز یوسف چی گفته؟ گفته که به دادگاه میریم ماجل کارهای ازدواجش رو میکنیم. چی بگوید دیگه یاسنا؟ گفته یک قسم یک نیت ندارم و رویش گشتانده. هیچ کار خوب نشد. من هوا را دیگه سرزنش نمیکنم، با وجودی که خوی او را بلد بودیم بازم این کار شروع کردیم رمزی جان. خوب گوش کو که چی میگم. تو در اوایل قهر شدی، اما یک دفعه در مورد توفراق فکر کو. حداقل یک بار به گپایم گوش کو. به عجله تصمیم نگی. در هر کاری خیری نهفته است.
وقت توپراک با چاقو زدن باز یوسف خان کاملا تغییر کرد. توپراک به قیمت جان خود طفل به یوسف خان رساند. حال به یوسف خان توپراک یک طرف و کل دنیا دیگه طرف. بیازو او طلاق میگیره. هوا با دستای خود گردن خود بریده. خب دیگه کدام مانع وجود نداره. ببخی آشنا، خودت شاهد کل چیز هستی. یک دخترم در شفاخانه بستر است، اما با دیگه دخترم تو مشکل ایجاد میکنی. گوش کن یوسف خان جغلو خوبان، اگه سلطان سلیمان هم بیایه بازم دخترای من به جان یک دیگه شان نمندازم. اگه یک دفعه دیگه در این مورد گپ زدی توپراک از او خانه و هوا را از این موضوع بیرون خواد کردم. باز پیش یوسف خان رفته و در مورد تمام کارهای تو برش میگم. مرا دیوانه نساز خیاش نه. هنوزم همراه هوا قهر هستی؟ با خدا با چشماش دیدم میخوایم برش بگویم که بسیار زیاد پشتش دق شدیم، اما او با ما سرد رویه میکنه. کسی را از دور دوست داشتن کار سختی است. قلبت برش میتپه، دست پایت سرد میشه. میخوایی رفته برش محبتت ابراز کنی، اما میبینی که نمیتونی. بچه روز همیشه که تعقیبش میکنم. همراه خواهرش او هم مریض شده، بسیار با هم نزدیک هستن، جان خدا فدا میکنن. وقتی کسی رای قدر دوست میداشته باشه باز خوشم میایه. همراه خود میگم حداقل دختر است که قدر محبت میفهمه. اما چی؟ من یک کس دیگرم همین قسم میشناسم و هم از نزدیک. از دیگه طرفم بسیار لجباز است. بسیار لجباز. بالاش قهر شده نمیتونم. و همین موضوع برم بسیار عجیب است همه جان. داورین دیدار شناخته بودم شمه. فقط او است که گپ مرا رد کده میتونه. پیش او ما یک آدم معمولی هستم. او با مقام و منزلت اهمیت نمیته. کارهای را که او در مقابل من انجام میته، اگه کسی دیگه انجام بده باز میفهمه چی کنه. اما وقتی او انجام میته خوشم میآید. خب اگه قدر دوستش داری پس پیشش برو. درست است، اما او نمیخواه مشوقی کسی باشه. میخواه همراهش روسی کنه. اگه اراده تو قدر مستحکم است و او دخترم قدری خوبی تا میفهمه، پس حیف نیست که این عشق به محبت واقعی تبدیل نشه. بچه خودت کسی نبودی که همیشه میگفتی ما یک دخترم میخوایم که مرا دوست داشته باشه؟ حالا تو دختر مورد نظرت پیدا کردی، پس چرا نمیخوایی برش پیشنهاد ازدواج بدی؟ چرا دل ندل هستی؟ اما جان من دل ندل نیستم، اما ای بسیار زود است. به نظر من ای دختر بسیار عجله میکنه. یوسف، تنها چیزی که مهم است عشق واقعی است. تو عاشق او دختر هستی، روزا میشه که دیوانوار پشت او میگردی. تو باید ارزش ای عشق بفهمی بچه. بازو دخترم حق به جانب است. هر دویتان در همین محله هستید، با هم نامزد شوین. اگه جور نامدین باز جدا شوین، اما قدر محبتت بفهمی یوسف جان. یک گپا برات بگویم. من مطمئن هستم که خوشبخت میشین. جدی میگم. از تو یک قسم دفاع که دخترم، یک قسم مشت به سر میز زد که گفتم به خدا جای توپراک در قلب یوسف خان بسیار خاص است. یوسف خان بسیار جدیه. خاله لطفا این گپا رو نزنین. صادق به خاطر می گپای بین ما و یوسف خان مرا با چاقو زد. فراموش کردی؟ هر قسم فکر میکنی فکر کن، اما من فقط چیزی رو که دیدم برات گفتم. دیگه خودت میفهمی دخترم. تو کدام گپ نیست. اگه کسی بشنوه میگه به خاطر ناموسش ای کار کرده. خاله با آن هر کس فکر میکنه فکر کنه. ما خدا مردم بسته کده نمیتونیم. بعد از هیچ کس بر تو ضرر رسانده نمیتونه دخترم. یوسف اجازه را نخواد داد. خاله بس است دیگه. تو دیگه چرا قار شدی؟ قار نشدیم. از یک طرف شما، از یک طرف مردم در زین و مزار رقم گپا را جای میتن. او بعد از او دیگه نمیخوایم در مورد گپ بزنم، کافی است. بعد از او چی توپراک؟ کدام گپ شده؟ دخترم با تمام گپا رو بگو. تو بالای اعتماد نداری؟ ولی از خدا قسم امکان داره خاله.
بگو دخترم، برم بگو. من تمام گپاره در قلبم نگاه میکنم. خاله، من یک خواب عجیب دیدم. چه قسم خواب؟ در خوابم یوسف خانه دیدم. خیرت باشه انشالله. در خواب دیدم که من خانمو هستم، یعنی ما با هم ازدواج کردیم. بی کار خداونده. خوب در برنده هستیم در میخانه خودشان. حتی نازلیمم همراه ما بود. یوسف هم دفتن یوسف خان پیش ما آمد. خاله جان دست تو را نگرفته بود. او برای چی میگفت؟ گفت داخل به این خانم عزیزم که خنک نخوریم. ما پیشش رفتم. بعدم وقت بیدار شدم یوسف خان واقعا در پیشم بود. خاله تو در آینده یک مادر بسیار خوب میشی. یه گپ دیگه از کجا شد بیادر؟ چرا دروغ میگم؟ تو نامزد هستی، فردا یا پس فردا ازدواج میکنی، باز یک مادر خوب میشی. هیچ آرام نمیشه بیادر. نمیفهم چرا خوابش نمیبره. پشت توبراک بسیار دق شده. توبراک میه جانم، تو تشویش نکو، درست است؟ او میایه. منتظر آمدن توبراک باشیم یا ما پیشش بریم؟ نه، ما پیشش بریم بسیار خوب میشه، چون زیاد وقت میشه ندیدیمش. تو رانه داخل اجازه میتن بیادر؟ یک چاره پیدا خواد کردیم منور. پیش توبراک میری؟ دخترم، تو یوسف خانه به نظر یک خیش یا به نظر بیدر میبینی؟ همه تو نیست؟ راست بگو. یعنی یوسف خان برام یک شخص بسیار ارزشمند است، فقط امی. ای خود درست است توبراک، اما از قدیم گفتن گپی را که اظهار کردن نتانیم در خواب میبینیم. منظورتان نفهمیدم. با خدا ما بسیار تعجب کردم. ای که یوسف خانه در خوابت به حیث شوهر دیدی عجیب است. کوشش میکنم که تعبیرش پیدا کنم. هیچ تعبیر نداره، یک خواب بی مفهوم بود دیگه. ما کی گفتم که مفهومی داره؟ هوا؟ میبخشین یوسف خان. خوش آمدی بچم. خوش باشین خاله، چطور هستین؟ زنده باشی. سلام توبراک. یوسف خان چطور هستی حاله؟ زنده باشین، خوب هستم. خوب است، پس برات یک مژده دارم. چه قسم یک مژده است بچم؟ نه خیر، این امکان نداره هوا. بچه قندم. ای پشتت بسیار دق شده بودم جانم. ما بگیرمش؟ نه، من خوب هستم. یوسف خان، از شما قدر تشکر کنم بازم کم است. پشت توران بسیار دق شده بودم. تورانم پشت دق شده بود. تمام خانه را پریشان ساخته بود. دخترها را بسیار آزار داد. به خدا بیادرم راست میگه توبراک. تو حالا شوخی ها میکنی بچیم، اما برات هیچ نمیزیبه.
کسی را پریشان نساز. ای جانش بسیار سرد شده. از خاطر من مریض نشه. بهتر است که شما ترونه خانه ببرین. بسیار خوب است. درست است وقتی تام خانه بری تمام دقیقات از بین خاطر رفت. خواهر جان مراد بیرون است. او شما را میبره. با مادرمان بگو به غذای شب نمیایم. کمی کار دارم. درست است برش میگم. درست است. بازم برات شفا باشه توبرک جان. زنده باشی منور جان. ما امروز کمک کنم. ما همراهش هستم بچه. درست است خاله درست است. شما روز به خاطر من شفا خانه میایین. شما را از کار بارتان کشیده. لطفاً این گپا را نزن. با خاطر مجبور بودن نه، با خاطر دیدن تو میایم. مادرتان هم حق دارن که بعد از این بالای ما اعتماد نکنن. بیاز و صادقان به خاطر بودن ما ده خانه شما چی گپایی که برم نگفت. چی گفت برات؟ پیش از اینکه شما از کسی دیگه بشنوید بهتر است من براتان بگویم. بگو توپراک. صادق فکر میکنه که بین ما و شما کدام گپ است. بیوزو خانم حمیده یک دوی دیگه پیدا خواد که یوسف خان. بهتر است که من به خانه خودم برگردم و بار دوش شما نشم. این قسم نگو توپراک. تا هر وقت که خودت بخوایی مادر تو ران می باشی. درست است؟ اما گپ مردم چی؟ ده قصه مردم نشو. میخوای تو رانا یک بار دیگه به مادر بسازی. او فقط امرای تو عادت کده. بی او تنها کسی را که مشناسه تو هستی. و ماند گپ مردم توپراک. هیچ کس رابطه که در بین ما و تو است درک کده نمیتونه. ما به هم دیگه جان خود مدیون هستیم. تو در روز بعد از بچه مواظبت کردی. ما هم از تو مواظبت میکنم. و تا وقتی که نخواهی رهایت نمیکنم. درست است؟ یوسف خان از شما بازم تشکر میکنم. واقعا پشت توران بسیار دق شده بودم. مهم نیست. با چیز ضرورت داری؟ نه خیر نیست. زنده باشین. خاله ما بازم اینجا میایم. درست است یوسف خان. من همینجا هستم. اوا میشه چند دقیقه بیرون بیایی؟ چطور هستی؟ سلطان خاله پیش توپراک می باشه. تو تشویش نکن. من پسانتر به هتل میرم. میخواستم بپرسم که تو آمده میتونی یا نه. بیبی ما یک تصمیم گرفتیم. باید با هم در این مورد گپ بزنیم. نیم ساعت بعد در هتل منتظرت هستم. درست است؟ میخوایم سر وقت بیایی. سلام علیکم عادل. علیکم السلام یوسف خان. چی گپ است؟ چطور هستی؟ ما خوب هستم تشکر. شما چطور؟ خوب هستم. عادل با ما یک چند دار انگشتر نشان بده. بچشم مقبول ترین آیشه. همیاله.
گپ یوسف خانه خوش شنیدی؟ تو رو دوباره به خانه میبریم. توران بسیار نارام است. گریه میکنه بیچاره. گپای من خانه شنیدی، اما یوسف خان و توران بالاخره راضی ساختنت. خاله پشت توران چقدر دق شده بود؟ او هم پشت دق شده بود دختریم. وقتی به خانه آمدی بازی اسرتتان از بین خود رفت، درست است؟ خوب دیگه، به تو امروز خوش خانم هوا. توپراک، میشه یک چند دقیقه گپ بزنیم خواهر جان؟ البته خواهر. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی. دا غذای چاشتیک میمان خاص دارم. 2 نفر هستیم. چی کار کدام میتونه؟ هر چی شما فرمایش میتین. در نزدیک پنجره یک میز بسیار مقبول داریم. خوب است. در سر میزم یک سبد گل سرخ بانین، درست است؟ بچه شما آقا همیاله آمده میکنم. فکر طرف ما باشه. میمان که آمد نوشیدنی یا میخوایم. زنده باشی. بسیار تشکر. مرا بسیار متعجب ساختی توپراک. چرا خواهر؟ کدام گپ شده؟ ما همیشه بالایی سنگینی و ای که به کسی اجازه نمیدی که بالایت گپ بزنه افتخار کردیم. اما در اواخر مرا به شک مندازی. تو توپراک سابق نیستی خواهر. ما چی کردیم؟ تو هیچ وقت اجازه نمیدادی کسی سرت گپ بزنه. تا امروز نامت پاک بود و تو را به پاکی یاد میکردن. اما حاله صادق به خاطری که فکر میکنه بین تو و یوسف گپی است تو را با چاقو زده. اما تو هنوزم در قصه آبرویت نیستی و به آبروی یوسف خان فکر میکنی. خواهر این ترس ما فقط به خاطر است که یوسف خان امروی ما دی مصیبت گیر مانده. به نظر من فقط این نیست. خانم حمیده گفته که بالای تو دیگه اعتماد نداره. تو تمام غرور حیثیت خوده نادیده گرفتن میخوایی صرف به خاطر که یوسف خان با این تصمیم رضایت نشان نداده. با به صبری منتظر روزی هستی که به او خانه پس بری. تو چرا یه عمل انجام میدی خواهر؟ به خاطر توران تنها کسی است که مرا به زندگی وابسته ساخته. مطمئن هستی خواهر جان؟ من فکر نمیکنم که توران تنها دلیل این کارایت باشه. پس تو چی فکر میکنی؟ توپراک تو عاشق یوسف خان شدی. چی بفهمم؟ در اواخر رفتارت بسیار تغییر کرده خواهر جان، به خصوص وقتی که یوسف خان امرت میباشه. کاملا غلط است. من فقط به یوسف خان به خاطر کارهایی که به من انجام داده احترام دارم. هیچ کدام گپ دیگه نیست. من عاشقش نی. من دونستم باز من دلم ازت چطور عاشقش. فهمیدم خواهر جان، فهمیدم.
اما اگه پناه فهمیدم که تو چرا قدر قرض شد. وقتی خواهر خودم در مورد مقسم فکر میکنه پس باید قرض شوم. آیسته حق به جانب استی. میفهمم که توی قسم یک کار انجام داده نمیتونی. فقط خواستم از زبان خودت بشنوم. فکر کردم بعد از ماجرای صادق حتما عاشق یوسف خان شده باشی. بس کاملا غلط فکر کردی خواهر جان. من کم قدم میزنم اگه باز دکتر قرار میشه. از اینا می نوشم. با ما یک نوشیدنی دیگه بیارین. بچه شم خسته شدی؟ کم خسته شدیم. ببیشیم. آیسته. بیا بنوش. من بازار میرم. تو چیزی ضرورت داری؟ مطمئن هستی؟ نمیخوای شیمی و بادام بیارم که با هم بخوریم؟ درست است. چند دقیقه بعد میام. بله. ها؟ خاله کجاستین؟ در بازار هستم. کدام گپ شده؟ هر چیز زودتر باید هم بهتون گپ بزنم. همینجا منتظرم باشین. درست است؟ تو خب میگفتی که امروز تمام عکس‌ها نصب میشه. چطور شد عبدالله جان؟ راستش من خب میخواستم که امروز شوه، اما تو خود رئیس ما رو میشناسی. گفت کمی دیگه هم صبر کنه. نوشیدنی یوسف خان آماده است؟ آماده است. بچه کاکایمون جذبه که پیش بریم. درست است بریم. بچه کاکا خوب شد که اینجا دیدیمت. میخواستیم هم رایت گپ بزنیم. سلام یوسف خان. سلام. میشه بدن گپ بزنیم؟ فعلا یک مهمان بسیار مهم دارم. بیش از که مهمانت به ما میریم. بشینیم عبدالله جان. بیادر جان یک چارک بانجان رومی بده اما دانه خوش کنی خراب باشه نندازی. درست است؟ درست است خواهر جان. خاله هوا کدام گپ مهم است که با خاطر گفتنش تا بازار در پشت ما آمدی؟ کل گپایی که به توپلاک گفتین شنیدم خاله. چی شنیدی دختر؟ ما هم توپلاک بسیار گپ زدیم. تو چی شنیدی؟ خود در کوچه اصلا چپ نزنین. خوب میفهمین که چی میگم. گپایی که درباره یوسف برش میگفتین شنیدم. میگفتین تو به یوسف قسم هستی، تو به یوسف و قسم هستی. به یوسف دنیا یک طرف است و تو دیگه طرف. تمام گپایتون شنیدم. گپا میگی؟ بله عمو گپا را میگم. من خواستم که توپلاک امتحان کنم. این وضعیت مرا به تشویش ساخته بود. فکر کردم که عاشق یوسف شده و ما خبر نداریم. در ضمن کار فقط به خاطر تو انجام دادم. توبه چرا خانم سلطانه؟ تو خود پشتی کارا را ایلا کرده بودی. یادتان رفته که به من گفتین دیگه تناستی؟ درست است. بله من قسم گفته بودم اما توی کار به تنهایی پیش برده نمیتونی. باز با خاطر تو چیز زحمتایی که نکشیدیم بتونی به زحمتای خودم دل میسوزانم. خب بازو به گپت باور کرد؟ برات خود گفتم که خراب باشه ننداز. چرا خراب باشه میندازی؟ چرا اینا رو نمیندازی؟ بیبی اینا رو بان. بیبی بله از خدا خانم هیچ کدامش خراب نیست. اگر میخواین از سر پر کنم. خاله من از شما میپرسم خاله چرا جواب نمیتین؟ توپلاک عاشق یوسف هست؟ تو آخرت از دیز زادی دختر. میخوای تمام مردم با خبر بسازی ها؟
میخوای تمام مردم با خبر بسازی؟ فکر نمیکنی که تو در بازار هستی؟ این دیگه چی معنا داره خاله؟ البته که فکر میکنم اگه توپراک عاشق یوسف باشه من پشتی کار اعلام میکنم. از زندگی یوسف برای همیشه میرم. توپراک مادرم برای من بسیار با ارزش است. اقدر زود عصبانی نشو، چیزی نیست. اول با ما قسم فکر کردم اما توپراک معصوم تر چیزی است که ما فکر میکنیم. وابستگیش به یوسف فقط به خاطر کمکای اون مرد است، نه به خاطر عشق. مطمئن هستین؟ بس از دیگه هوا، تو فکر میکنی من مثل تو بیکار هستم؟ یک عالم کار دارم از خود. بیبی بیادر، یک چارک بانجان رومی و یک چارک بانجان سیاه بیگو به خانه خانجه غلو روان که فهمیدی؟ درست است خواهر. آفرین. بسیار وقت میشه که همراه شما میخوایم گپ بزنیم یوسف خان. خوب شد که شما را اینجا دیدیم. اون موضوعی که ما و آقا محمد میخوایم در موردش گپ بزنیم مربوط شما هم میشه. بس تو خب چی گپ است؟ راستش ما میخواستیم به شما یک موضوع را بگوییم، اما آقا محمد به خاطر انتخابات شهرداری خود کاندید کردن. فکر کنم شما هم خبر داریم. شما از این موضوع خبر دارین؟ بچه کاکایم خبر داره، اما در این روزا کمی مصروف است. البته آقا، خواهرتان نامزد ساختین. براتان تبریک میگم. زنده باشین. کارهای کمپاین تقریبا تمام شده. عکس‌ها نصب شده. سیدی های معرفی هم آماده است. یک چند روز بعد هم یک نشست عمومی خواد داشتیم. خلاصه برات بگویم بچه کاکا، انتخابات به زودی برگزار میشه. در نشست عمومی ما رئیس عمومی هم حضور خواد داشتن. از شما میخواهیم که به نمایندگی از خانوادهتان تشریف بیارین. وجودتان نشست ما را پرمعنی میسازه. بالاخره خانواده خانجی اغلو به اندازه نامش قدرت هم داره. نه خیر، من یک قسم فکر نمی کنم. بفرمایید. تشکر، خواهش میکنم. سلام، روزتان بخیر آقا. سودایی بیادر که خلاص شد برام شیرینی و بادام بتین. البته خانم. کدام چیزی میخواستین؟ من سر یک قضیه کار میکردم. شما دوزای قضیه داشتین. تحقیقات ها یکردی پیش رفته. میبخشید من کاملا فراموش کرده بودم. میگه کدام چیزی پیدا کردیم؟ البته که پیدا کردیم. ما بسیار تحقیق کردیم. بالاخره قطعا فهمیدیم. شما چی را فهمیدین؟ آقا محمد به شما چیزی نگفته؟ آقا محمد خانجی اغلو بعد از یوسف خان پشت قضیه را اونا گرفته بودن. تمام واقعیت را که میفهمیدیم برشان گفتیم. واقعیت چی؟ اگه گپ از خود آقا محمد بشنن بهتر خود بود. با اجازهتان خانم. بفرمایید خانم، چیزی که خواستین براتون آوردم. میبخشین فکرم نبود. بفرمایید، بسیار تشکر. خواهش میکنم، از شما هم تشکر. ما بچه کاکایت هستم یوسف. چرا از ما حمایت نمیکنی؟ برات گفتم مرا به سیاست غرض نیست. از این خاطر تنها هستی. به نظرم ایش خوب نشد آقا محمد. شما در این مورد به من چیزی نگفته بودید. به همین روز اول برات تصمیم خدا گفته بودم. بسیار معقول است. قیمتی همون نمیشه. خوش آمدید. خوش باشی. بیا که بریم دیگه حمدالله جان. معلوم نشه که بچه کاکایم کارهای مهمی داره. از همین خاطر که این پریشان است. برای آرزوی موفقیت دارم بچه کاکا.
ببخشین که مزاحم شدیم یوسف خان. روزتون بخیر. کجاست یابا؟ همیال پیشت می آمدم اما شفاخانه زنگ زدن که فشار توپراک بالا رفته، نباید پس برو. اگه وضعیت جدی است که من بیایم. نه اونقدر جدی نیست، اما نمیخوایم کوتاه باشه به خاطر که بسیار دوستش دارم. درست است، اگه به چیزی ضرورت شد برام زنگ بزن. درست است. دیگه چیز؟ فکرت کجاست؟ ما گفتم که نباید زیاد داغ باشه. ببخشید آقا محمد، همیال برتون دیگه میارم آقا. آقا محمد، مطمئن هستم شما به خاطر این کار بسیار کوشش میکنین، اما شما جوان هستین، در این کار تجربه کافی ندارین و این موضوع انتخابات ما را به مشکل مواجه میسازه و در آخر هم شما مایوس میشین و هم دستایتان. تو میخوایی چی بگوی حمدالله جان واضح گپ بزن؟ میخوایم بگویم که اگه خانواده‌تان از شما حمایت نکنن که به عنوان یک شهردار در ذهن مردم جای بگیرین مشکل است. مردم باید ای را بفهمن که شما شهر را با حمایت خانواده‌تان بررسی میکنین و باز یک نتیجه خوب میگیرین. باید در ذهن مردم جای به خاطر خانجی اغلوها حفر کنیم. اما با شنیدن حرفای یوسف خان اینا را ناممکن میبینم. به خاطر موفق شدن باید این مشکل را حل بسازیم. خب چی باید کنیم؟ باقی مانده اکسا را نصب نمیکنیم آقا محمد و چاپ اکسا را به تعویق مندازیم. شما رضایت خانواده‌تان را به دست بیارین، بعدم باز ادامه میتیم. اگه اونا رضایت نشان ندادن باز چی خواهد شد؟ اگر رضایت نشان ندادن باز از این کار باید دست بشویم آقا محمد. هم اعتبار شما باقی میمانه و هم اعتبار ما. بله دخترم. پدر تو کجاستی؟ باید امیال امرایت گپ بزنم. همراه مادر در بیرون هستیم. آلوره دیگه بانین پدر، یک موضوع بسیار مهم است، هیچ چیز خوب پیش نمیره. معلوم است اعتراضی نیست که ما جنجال نداشته باشیم. همراه مادر در محل توزیع معاشات هستیم، پولا که گرفتیم میاییم. نه خیر من در خانه نیستم، من در پارک شهرداری هستم، اینجا بین. درست از میاییم. دیوونه شدیم. بله بفرمایید. توپراک چطور هستی؟
چطور هستین خانم توپرا؟ زنده باشین. خوب است. معاینات هم میره نشان میده. نتیجه معاینات آمده. شما از قبل که بهتر شدی. بیاد زخمایتان هم خوب شده میره. راستش ما میخواستیم 2 روز دوم اینجا باشین، اما اگه خواسته باشین فردا صبح مرخص شده میتونین. البته که میخوایم. البته اجازه وقت دادم میتونم که بعد از این متوجه خود باشین و بتانه ای جایی نری. درست است؟ اوف پدر کجاستین؟ این ماشت این وقت از کجا شد؟ خوب است که چیز دیگه نخواستم. یوسف چی شده؟ برای مجده بته اینه که دختر قبول کرد. مجده به توی قفتید. چطور امکان داره؟ فشار خواهرش بالا رفته، آمده نتونست. آی خدا. چیزی که خیر باشه. از یک نگاه کار خوبی شد. یوسف دیگه منصرف شدی؟ نه اما این مقصدم نبود. وقتی منتظر هوا بودم محمد با اتال آمد. کمی از هوا خراب ساخت. همون جنجال شهردار شدن اصلی؟ برسان نکنین. شهردار شدن از جانش که دبرش مهمتر است. نمیفهم چرا او گپ مرا گوش نمیکنه. من فقط در مورد آرامش خودش و خانواده ما فکر میکنم. حالا گپ محمد ابان پس در موردش گپ میزنیم. ایرا بگو که با هوا چی وقت خواد دیدی؟ اما نمیفهمم. اما این دفعه از این قسم دعوت های دی نمیکنم شمه جان. باید یک راه بهتر پیدا کنم. ما هم همین فکر دارم. در این موضوع مرا کمک میکنه نه؟ نه این قسم مفتخوری دیگه نکن یوسف جان. در مهمترین لحظات زندگیت باید خودت تصمیم بگیری جانم. بعدن هر لحظه‌ای که بعد رخشش چشمای هوا ببینی بگوی هوا جان تو را بسیار دوست دارم، بدون تو زندگی کردن نمیتونم. میبینیم. هوا کجا بودی پدر؟ میشه بگو چرا قدر ناوقت کردی؟ چه کنم دیگه دختره، من معاش مادرت گرفتم. مادرت اصرار کرد تا که قرض قصابه نتم خانه نمیرم. من برش گفتن نتونستم که هوا منتظرم. درست از فهمیدم بشی. گپ قصابه بون. فکر میکنم محمد خان جوغلو میخواه برای ما دردسر جور کنه. چی بگی دختره؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ یادتون است که بچه های ولگرد سرم حمله کرده بودن؟ چند دقیقه پیشم با آمر پلیس گپ زدم. گفت که هنوز ما در مورد تحقیق میکنیم. چی میگی تحقیق چی؟ دیگه چیز برام نگو، فقط همه قدر. اگه حقیقت برام شده باشه باز چی کنیم؟ آمر پلیس گفت که آقا محمد کلی چیزا میفهمه. اگه فهمیده باشه که تمام اینا کارسازی بوده باز چی؟ نه جانم، از کجا بفهمن؟ تو در اونجا کاملا تنها بودی. باید یک شاهد عینی داشته باشه. دیگه پا هست. اما رفتار پلیس هم برام هیچ خوب نبود. از من کدام چیزی را فهمیدن. اگه محمد هم فهمیده باشه یه امکان داره که به یوسف خان کلی چیزا گفته باشه. یوسف چیزی گفته؟ نه خیر نگفته پدر. هنوز با هم گپ نزدیم. امروز باید با هم غذا میخوردیم. بر رستوران رفتم، محمد اونجا بود، یوسف قهر بود. من ترسیدم و بهانه جور کردم و فرار کردم. بعدم به تو زنگ زدم. پدر من تباه شدم. اگه یوسف گپ فهمیده باشه دیگه هیچ وقت به گپام باور نخواد کرد. دخترم اگه با دل خود هر کاری را انجام بدی عاقبتش همین هست. به این کارها چی ضرورت بود؟ خدایا چه ضرورت نبود پدر. اگه ما کار انجام نمیدادم شاید حال یوسف و بتول زن شوهر میبودن. بیا. محمد حتما پشت گزارش آمدی بچیم. بسیار کم مونده. نه خیر، عجله ندارم کاکا. ما به خاطر یک موضوع دیگه اومدیم. خیرت باشه.
خواستم که به شما خبر بدم و میزودی انتخابات برگزار میشه. لازم نیست خبر شوین. از این گپ یوسف خان خبر داره. با وجود ممانعت خود کاندید کردیم. درست است، موفق باشی. زنده باشی کاکا. فقط از شما یه خواهش دارم. چی میخوایی؟ هفته آینده یک نشست عمومی داریم کاکا جان. رئیس عمومی میخواه خانواده من در اونجا باشه. امرا یوسف گپ زدم اما زیاد روی خوش نشان نداد. خوب دیدی. من از روز اول برات در مورد این موضوع نگفته بودم محمد. یکی یوسف کارای ما رو خراب بسازه عادت کردیم کاکا جان. اما در این تصمیم جدی هستم. این کار باید شما. از شما میخوایم که امرا یوسف یک دفعه گپ بزنین. امروز خود گپ میزنم اما زیاد خدا امیدوار نساز. از دهن یوسف گپ یک دفعه مبره ایره خود تو میفهمیدی؟ باید یک راه حل پیدا کنه معلومات حاصل کنیم ببینیم که در این مورد آقا محمد میفهمه یا نه. هیچ راه حلی به نظرم نمیرسه پدر. نمیفهمم که چی کنم. ما تو راه خود گم کردیم. به یوسف خان زنگ بزن یک دفعه وضعیتش ببین. دخترم ترس از مرگ جلوگیری نمیکنه. اگه او از این کار خبر داشته باشه باز به زنگ جواب نمیده. درست میگی پدر. درست است زنگ میزنم. زنگ تیر میکنم. جواب نمیده پدر. جواب نمیده. بچیم همینجا باش که با هم یک جای شب غذا بخوریم. ما بازم پیشت میایم ماما. بیا از پشت دست پخته دق شدیم. جانم من هر وقت که میخوایی بیا. درست است. بله به شفاخانه میری یوسف؟ نه خیر. گفته بودم که طفلک توپراک وفات کرده. قبر او را جور کردم. میرم میبینم تا کجا رسیده. بعد از اون به شرکت میرم. دیگه پایی که میگی دلم به روزان بسیار میسوزه. روزان چقدر بدبخت و بیچاره است. انشالله که بعد از این خوشبخت شد. انشالله. ما کار را که از دستم میایه انجام میدم. شاید کمی از غمش کاسته شود. میفهمم که او برات بسیار ارزش داره. شما راست میگن اما کارهایی که توپراک بر ما میکنه این آدم مقابلش کم است. گرچه ما اینا را به خاطر تلافی کارهایش انجام نمیتم اما یک دفعه شما بشناسینش. یک دختر است که قلبش پر از پاکی و محبت است. همیشه با چیز کم قناعت میکنه. او یک دختر بسیار عالی است. با صورتش که میبینی میترسی ضرر برش نرسه. همیشه کوشش میکنه با زندگی ملایم باشه. قدر عجیب است. بعضا خواسته های ما با حوادث زندگی قدر مخالف میشن که انسان حیران میمونه. اما ما از این محبت هایید سر نمیشون باید فرار کنم. یوسف بفرمایین. برادرم شما میفهمن که ما اینجا آمده؟ فکر کنم میفهمن اما ما در این مورد هیچ چیز نگفتیم. به هر صورت بخیر بری بچه. خب سلطانه توپراک چی وقت شفاخانه مرخص میشه؟ امروز پس فردا مرخص خواهد شدن. خوب است. ایره با منور میبری؟ بله خانم. البته ما برش میبرم. تو به کارت برس.